خیلی ممنونم از اینکه دارین برنامه خودتون تماشا میکنید و خلاصه برنامه قبل رو تماشا کردید. اجازه بدید خیر مقدم بگم خدمت استاد محمدی شاردی عزیز. آقا سلام عرض کنیم، خیلی خوش آمد. سلام علیکم و رحمت الله. خوشحالیم از زیارت. شکر سلامت محبت دارید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز بیننده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روزافزون، قبولی طاعات، عبادات. ما نعمت‌های فراوانی داریم که باید قدر این نعمت‌ها رو بدونیم. الحمدلله. یکی از نعمت‌هامون خود مذهبمون هست که در دنیا نظیر نداره. یکی از نعمت‌ها مردممونن که واقعا بی‌نظیرن در کل دنیا. امام رحمت الله علیه می‌فرماید من با جرأت ادعا می‌کنم که مردم ما از مردم حجاز زمان پیغمبر، اصحاب پیامبر، اطرافیان پیامبر، مردم ما از مردم حجاز زمان پیامبر و از مردم عراق و کوفه زمان امیرالمومنین و امام حسین بهترن. این مردم از اونها بهترن، با اینکه اونها امام رو میدیدن، خدمت امام پیغمبر بودن. مردم بین خوبی داریم. عرض کنم که رهبر بسیار عالی داریم و برنامه‌های خیلی خوبی داریم. کجای دنیا شما از این برنامه پیدا میکنید؟ بگردید تو رسانه‌ها. خلاصه نعمت‌های خدا خیلی زیاده. مملکت بسیار عالی داریم. وقتی انسان میره سفر بیرون، وقتی برمیگرده گویی که به بهشت برگشته. حتی مکه و مدینه، حتی عتبات عالیات که میره وقتی برمیگرده مثل که اومد تو بهشت. وارد ایران که میشه میبینه که نعمت خدا فراوان هست. که از نعمتاش همین برنامه‌ها و همین گفتگوهاست که اگر میشد ما ملکوت این برنامه رو ببینیم، ما داریم با هم گفتگو میکنیم، اون باطنش رو، چهره برزخی این برنامه رو ببینیم، بعد ما میگفتن که همه دنیا مال شما، این برنامه رو بده. همین که پای تلویزیون نشستیم و هم میبینی، اینو بده، همه دنیا و همه طول ارزش مال شما. میگفتیم که 100 تا دنیا هم بدید، ما یک ثانیه این برنامه هم به شما نمیدیم. اینا نعمت‌هایی است که باید قدر این نعمت‌ها رو بدیم. الحمدلله. و این تعلیم و تعلم‌ها یکی از بهترین عبادات و یکی از نورانی‌ترین فرازهای عمر ماست. هر عبادتی که شما میکنید یک نورانیتی در نفستون ایجاد میکنه. 2 رکعت نماز که میخونید، اون 2 رکعت نماز نفس انسان رو نورانی میکنه. اگه فرض کنیم اون 2 رکعت نماز مثلا به اندازه یک پروژکتور یا همین نورافکن یا لامپ 500 مثلا نور داشته باشه، گاهی ساعتی که انسان صرف گفتگو علمی کرده، نه یک خورشید، به اندازه چندین خورشید نفس انسان رو نورانی میکنه. انشاءالله که حاصل گفتگوی ما اینجوری باشه. انشاءالله. خیلی ممنونم استاد محمدی شاردی عزیز. اگه اجازه بدید خیلی سریع بریم سراغ طرح سوالات مردم که چشم براهن که ببینیم حالا الان آقای قوامی سوال ما رو میپرسه یا نه. گفتن که با کسی که به امام زمان اهمیت نمیده چجوری رفتار کنیم که باعث بشه به امام زمان اهمیت بده؟ اینا 2 دسته هستن. یک دسته که خودشون به خواب زدن، نمیشه کارشون کرد. یک جبهه‌گیری داره، یک حالت عناد داره. این هیچ صراط مستقیم نیست. قرآن می‌فرماید که وجحدوا بها واستیقنتهم انفسهم ظلما و علوا. یقین داشتن، در این حال انکار میکردن، قبول نمیکردن. عجب. جحدوا بها واستیقنتهم انفسهم، چرا ظلما و علوا. اینا رو نمیشه کارشون کرد. این دست اون کسی که نه، اینا غرض و مرض ندارن، عناد و لج ندارن. گام اول اینه که امام زمان رو معرفی بکنیم. نمیشه که او طاووس اهل الجنه رو ببینه عاشقش نشه. انسان فطرتا زیبایی رو دوست داره. هر زیبایی، هرچند زیبایی مرتبهش میره بالاتر، اون عشق و علاقه و وابستگی و دلبستگی بیشتر میشه. یه وقت زیبایی حسیه، انسان دوست داره، چهره زیبا رو دوست داره، صدای زیبا رو دوست داره. این طبیعیه، چون فطرتا انسان میل به زیبایی داره. یه وقت نه زیبایی عقلی است، یه وقت زیبایی قلبیه، یه وقت زیبایی معنویه. امام زمان علیه السلام همه این زیبایی ها درش جمع شده. مگه میشه کسی این سروده زیبای خدا رو ببینه و عاشقش نشه؟ که امام زمان فرمود که شما محاسن کلام ما رو به مردم برسونید، اتبع اونا، دیگه کارتون نباشه، مردم همه از ما پیروی خواهند کرد. پس اگر ما چهره امام زمان رو معرفی کنیم به اون فرد، بهش بگیم این امام زمان ماست،
این فضائلش، این مناقبش، این علمش، این عبادتش، این جایگاهش تو نظام هستی و الی آخر. اون 100% امام زمان دوست خواهد داشت. این گام اول که گام بسیار مهمی است، معرفی امام زمان علیه السلام. اونی که هست خلاف هم نگیم، از منابع معتبر استفاده بکنیم که درست عمل کرده باشیم. مطلب دومی که در عمل و در رفتارمون نشون بدیم که ما که انقدر مثلا خوبیم، رفتار ما با شما اینجوریست به خاطر اینکه امامی داریم، ما پیرو او هستیم. من دارم پا میذارم جای پای او. اون میگه اگر این کارهای شما تقلید از او هست، پیروی از او هست، پس خوش به حال او که چنین پیروانی داره. پس ما باید حتما از او پیروی بکنیم. اون کسی که امام صادق فرماید کونوا دعاة للناس بغیر السنتکم. بله بله. شما با غیر زبانتون، با رفتارتون مردم رو دعوت کنید به امام زمان، دعوت کنید به دین، یا اینکه کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. شما زینت ما باشید. تو رفتار کنید مردم بگن که خوش به حال جعفر المحمد که چنین شیعیانی داره، خدا رحمت کند امامی که، یا عرض کنم سلام خدا و درود خدا بر اون امامی که چنین پیروانی داره. این هم گام دوم که شاید این گام از اون گام اول هم مهمتر باشه اگر درست عمل بشه، چون تو این گام در واقع امام باز معرفی هم میشه. بله. تا معرفی عملی و اینها. مطلب بعد این که اونها رو وصل کنیم به عالم‌ها و علما و کارشناسا، چون ممکنه شبهاتی داشته باشن، سوالاتی داشته باشن که اون کسی که این سوالو پرسید نتونه جواب بده و کار خرابتر بشه. اگر کارشناسی باشه که هر شبهه‌ای که داشته باشه نسبت به امام، نسبت به این حساب امام زمان، ممکنه که یه ذهنیت خاصی داشته باشه. وقتی با یه انسان آگاهی که برخورد میکنه، اون ذهنیات منفیشو پاک میکنه. این هم گام سوم که اگه انجام میشه خوبه. این توصیف اون زیبایی‌های دنیای پس از ظهور هم بله. که به واسطه ایشان اتفاق میفته. اینم باز معرفی امام زمانه. در بله. زمره ما. بله. اونم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. خب عرضم حضور شما که گفتن که سوال بنده اینه، ما در مکتب اهل بیت و البته اسلام و کلام شهدا این رو داریم که انسان فقط با کسانی که مثل خودش و یا همکیش خودش هستش دوست نشه، بلکه بتونه با همه ارتباط برقرار کنه و بتونه اونا رو جذب بکنه. اما از طرفی هم مجدد در کلام اهل بیت و همچنین ادبیات فارسی و شعرهای کهن و اینا داریم که با افراد یا همنشین‌های بد نزدیکی نکنیم. این دوتا با هم منافات نداره؟ چطور میشه تناقض قائل نبود؟ یه وقتی که انسان در حد و جایگاهی هست که جا افتاده، این اثرپذیر نیست، متأثر نمیشه. در عقاید طوریست که هر شبهه‌ای که مطرح بشه مثل آب خوردن جواب میده. یه وقت نه، او چنین پایه‌های استواری رو نداره، چنین قدرتی رو نداره که اگر شبهه مطرح شد نلغزه، نلرزه. این دو تا رو باید از هم جدا کرد. مثل درختی ساقه بدون ریشه و با ریشه محکم که با یه نسیم میفته، اون که با طوفان ها هم سر جاش. باید ببینیم که اون شخصی که میخواد آشنا بشه این چه جایگاهی داره، آیا واقعا جا افتاده هست. از نظر اخلاقی هم همینطوره. وقتی انسان واکسینه شده، مسئولیت پیدا کرده نسبت به این میکروب ها، نسبت به این آلودگی ها، هیچ اشکال نداره بره تو قلب بیمارها و نمیدونم قلب اون چیزها که دستی بگیره و نجاتی بده. یه وقت نه، خودش در معرض خطره، نزدیک اون شخص بشه اون ویروس ها با هم سرایت میکنه، اون هم مریضش میکنه. خب اونجا تا میبینه اینجوریه باید برگرده دیگه، متوجه میشه به برگرد. حالا کی متوجه نمیشه؟ زمان متوجه میشه که دیگه به پای مرگ رسیده. ممکنه متوجه نشه. بله، به این زودی متوجه نمیشه. کی متوجه میشه؟ زمانی که کار از کار گذشته، وقتی معتادش کرد و کاملا بدبختش کرد، تازه متوجه عجب ما این چه رفاقتی با این داشتیم. نه عرض من میدونیم ناظر به کدوم بحثه؟ اون شخصی که الان به اون ریشه قوی احساس میکنه داره و اون توان رو داره که اما توی فضایی، توی شرایطی قرار میگیره و میگه من خودم انگار دارم همینطوره، اینجا دیگه برگرده. همینطوره. اون دیگه چگل بسیار شد، آره، پیلان بلغزن.
اون دیگه اون جایی که گل خیلی زیاده اونم باید آره بگفتن جا بشودن چرا نمیری تو شهر، بگفتن جا پری رویان نغزن، چو گل بسیار شد پیلان بلغزن. اون جایی که دیگه پیلان میلغزن اون باید هوای خودش داشته باشه. اما حالا بس ما به طور متوسط معمول. پس این دوتا با هم تناقض نداره. قرآن میفرماید که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اولا عبد، بنده، از خودش اراده خاصی نداره، اون چون خدا گفته من بنده خدا هستم، در انتخابش بنده خداست. ثانیا قدرت انتخاب داره، قدرت انتخاب احسن رو داره. اما کسی که نمیدونه احسن کدامه، محسن کدامه، حسن کدامه، هیچ کاری نمیتونه تشخیص بده. اون نمیتونه همین حرفی رو گوش کنه. بنابراین اگر اون شایستگی‌های لازم رو داره، چه از لحاظ اعتقادی چه از لحاظ اخلاقی، اون توانایی لازم رو داره، بله باید بره دست دیگران هم بگیره. به اون عرض کنم که سعدی شعر قشنگی داره، میگه که بهش گفتن که چرا اون خانقاه و اون غار و کوه رو رها کردی اومدی تو مدرسه؟ چه فرقی دیدید بین اون خانقاه و مدرسه؟ گفت که آن یک گلیم خیش به در میبرد ز موج، و این سعی میکند که بگیرد غریق را. عابد گلیم خیش به در میبرد ز موج، او فقط خودش رو نجات میده، اما عالم غریق رو میگیره. کسی که توان این کار رو داره حتما باید این کار رو بکنه، اما کسی که بره تو آب خودش هم غرق میشه، این نباید بره تو آب. پس این دوتا رو باید اصلا فرق گذاشت. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که یه وقت انسان از اول بناش به حق رسیدنه. ما 3 واژه داریم آیه قوامی. یک سماع هست معنی شنیدن، یک استماع هست معنی گوش فرا دادن، یکی اسقا هست به گوش دل شنیدن. سماع هیچی نیست، انسان میشنوه تأثیرم نداره رد میشه. استماع گوش میکنه، منتها یه وقت گوش میکنه که حق رو تشخیص بده از باطل، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. دومانی که خوب کدومه، بهترین کدوم، اشکال نداره، مشروط در این که تخصصش داشته باشه، توان این کار رو داشته باشه. یه وقت گوش میکنه که رد کنه، یه وقت گوش میکنه که اگه به دردش خورد بپذیر، اشکال نداره. یه وقت نه اسقا میکنه، یعنی با گوش دل، با گوش جان میشنود، این حق نداره بشنود. من یه حدیث از امام جواد علیه السلام از ائمه دیگه هم نقل شده که به درد رسانه هم میخوره. امام جواد فرمودن من اصغا الی ناطق فقط ابدا. هر کس که گوش جان بسپارد به پیام دهنده ای، حالا ناطق ممکنه سخنران باشه، ممکنه فیلمساز باشه، ممکنه تلویزیون رادیو باشه، تلویزیون باشه، سریال باشه، هر جایگاهی باشه، هر چی باشه، پیام دهنده. اگر گوش جان بسپارد به پیام دهنده ای فقط ابدا شده بنده اون، در اون عبادت میکنه. فان کان ناطق ینطق عن الله فقط ابدا الله. اگر اون ناطق از خدا میگه، مثلا شبکه قرآن که کارش همینه دیگه، کسی که داره گوش میکنه داره خدا رو عبادت میکنه. حالا اینکه برنامه چیه مهم نیست، مهم اینه که این برنامه داره از خدا صحبت میکنه. کسی که داره گوش میکنه پای برنامه نشسته داره عبادت میکنه، داره نماز میکنه. فان کان الناطق ینطق عن لسان ابلیس فقط ابدا ابلیس. حالا یه رسانه ابلیسه، کسی که داره نگاه میکنه گوش میکنه ابلیس میپرسته، بندگی شیطان میکنه، شیطان رو داره عبادت میکنه، ابلیس داره عبادت. اینجاهاست که انسان باید دقت کنه. پناه بر خدا. پس اونجاهایی که پیام دهنده ابلیسه، خب ما نباید بشینیم. اسقا نباید بکنیم. استماع چرا؟ ما الان گاهی برای این شبهاتی که مطرح میشه همونجاها شوفر رو پخش میکنیم، ما رو کاملا نگاه میکنیم، میبینیم و پاسخ میدیم. این استماع هست. گوش میکنیم ببینیم چی گفته، ایرادهای حرفشو میگیم و پاسخشو میدیم. یه وقت نه اسقا، گوش میکنه که بپذیره، با گوش جان میشنوه، اون شده پرستنده ابلیس. این موارد اگه مراعات بشه هیچ تعارض بین این دوتا نیست. اونجایی که انسان تخصص داره، یک نیتش رسیدن به حق، دو هیچ اشکال نداره. اونجایی که تخصص نداره، نیتش رسیدن به حق نیست، سرگرمی نمیدونم تنوع هست، همینطور بی خود داره نگاه، اونها نه، اونجا خطرناکه. خیلی ممنون بابت پاسخ خیلی دقیق و با توجه به جزئیات این مسئله.
اگه اجازه بدین یه فاصله بگیریم، از دوستانمون برگردیم. آقای حسین زاده حتما چیز خوب پخش میکنن، حالا هممون بهترم خواهد شد. برمیگردیم سوال شما رو دوباره میپرسیم. بفرمایید. آنچه که توی برنامه داره اتفاق میفته رو از جمله متن اون فرمایشات آقای محمدی شاهرودی عزیز، سوالات و پاسخهاشون رو هم به شکل متنی، هم به شکل صوتی و هم به شکل تصویری آقای حسین زاده توی اون صفحه ما در پیام رسان ایتا قرار میدن و میتونید اونجا دنبال بفرمایید. آدرس رو هم همین الان دارن براتون زیرنویس میکنن: ادساین یاد خدا آندرلاین هم خط تیره هست که میبینید دیگه، همه واردین اوستایین، یاد خدا آندرلاین QTV. این رو اونجا میتونید ملاحظه بفرمایید، به دوستانتون هم اطلاع رسانی کنید، وارد اونجا بشید. تو فضای ایتا دیگه نرم افزار داخلیه و میتونید استفاده بفرمایید. اگه مسئله جامون اونجا میتونید پیگیری بکنید. خب گفتن شیوه های تربیتی غیر مستقیم، گفتن یعنی چی؟ چجوری میشه از روش شیوه های تربیتی غیر مستقیم استفاده کرد؟ ما در روش تربیت یه چنین تقسیم بندی رو نداریم، اما اشکالی هم نداره که انسان بخواد یه چنین فصل بندی رو بکنه. یه وقتی که انسان، من دو تا روش اسم ببرم، یکی ما از روش های تربیت روش موعظه رو داریم که از روش معمول و فراوان. یکی روش الگویی رو داریم. در روش موعظه مستقیما میگه که این کار خوبی است، اینو باید انجام بدی، این نمیدونم نصیحتش میکنه، سخن دلنشین و آثار و برکات اون چیزو براش توضیح میده و خلاصه طوری. حالا خود این روش موعظه شرایطی داره که دیگه موضوع بحث ما نیست که باعث چه مشخصاتی داشته باشه، متعهد مشخصاتی مقتضای حال رو مراعات کنه، اون دیگه بحثای دیگه است که باید جای خودش بحث بشه. این تربیت مستقیمه. یه وقت نه، اصلا با او کار نداره، خودش رفتاری میکنه که میدونه که اون متربی تحت تاثیر رفتارش قرار خواهد گرفت. این شده الگوی اون. بهش نمیگه بلند نماز بخون، ولی خودش انقدر توجه به نماز داره، انقدر اهمیت به نماز میده و میدونم که اون طرف از او الگوگیری داره، او رو الگوی خودش میدونه، احترام قائل هست، پدرشه، مادرشه یا معلمشه، یا خلاصه یک نگاه مثبتی به اون شخص داره. اینجا دیگه چیزی نمیگه، سخنی نمیگه، فقط کار خودش میکنه، ولی کار خودش اثر تربیتی رو متربیش داره. یه وقت که انسان از روش تکریم شخصیت استفاده میکنه، فرزندم تو که این همه حسن داری، درست خوبه، اخلاقت خوبه، نظمت خوبه، چیز نسبت به نماز هم یه مقدار کاهلی، این تنها عیبی که داری، همه چیزت خوبه، یه عیب کوچیک داری و اون هم نسبت به نماز کاهلی میکنی. خب این باشه سریع برای اینکه به شخصیتش لطمه نخوره، اون کرامت ذاتیش حفظ بشه، این عیبو برطرف میکنه. این روش مستقیمه. مربی میدونه داره چیکار میکنه، متربی هم متوجه است که مربیش داره. یه وقت نه، مثلا بیا من میخوام برات قصه بگم، داستان میگه، هیچ هم نگی من از این داستان هدفم چیه، اما نتیجه اون قصه گویی چی میشه؟ میشه تربیت. این میشه تربیت غیر مستقیم. بر این اساس میشه، عرض کردم تو کتاب تربیتی من ندیدم که بگن تربیت شیوه های مستقیم تربیت یا شیوه های غیر مستقیم تربیت، ولی وقتی روش ها رو که بررسی میکنیم میبینیم میشه به این دو دسته تقسیم کرد، بگیم این شیوه های مستقیم تربیتی، اینها شیوه های غیر مستقیم. خیلی علاوه حالا من 4 تا مثال زدم. خیلی ممنونم. عرضم حضور شما که از کجا متوجه بشیم کاری خیره یا شر؟ با توجه به فرموده خدا کارهایی هستن که ما پسندیده میدونیم اما شر هستن و برعکس. ما دو تا خطکش داریم، دو تا معیار داریم. یکی عقل ماست، هر کاری که مطابق با عقل باشه اون کار خوبه، اون کار خیره. کاری که با معیار عقل مورد قبول واقع بشه اون کار خوبه مطلقاً. یکی هم شرع، قرآن، سنت پیامبره، فتاوای مراجع تقلیده که شرع گفته خوبه، گفته بده. عقل به جزئیات راه نداره.
اما شرع چرا؟ همه رو بیان کرده. یه لیستی از محرمات رو داده، گفت اینا حرام، اینا بده. یه لیستی از مکروهات، مثلا اینا حالا انجام ندید بهتره، ضرری نداره، مفسده لازم پرهیزی نداره، اما خب لازم الاجتناب. این دو تا راه، اگه کاری منطبق بر شرع بود قطعا خوبه، مخالف شرع بود قطعا بده. اون جایی که شک داریم، حالا ظاهرا سوالم بیشتر متمرکز بر شک، اونجاها اگر احتیاط کنیم خوبه، گرچه احتیاط هم نکنیم شر نیست. احتیاط هم نکنیم گناه نکردیم، کار حرام انجام ندیم، شری انجام ندادیم، ولی اگر احتیاط کنیم خوبه. پس یا حرام بیینه باید اجتناب کرد، یا حلال یا واجب بیینه باید انجام داد، یا مشکوک بین این دوتاست. اینجا اگه انسان احتیاط کنه خب خوبه. از کنم که دینوک اخوک دینوک فحتت لدینک، دین تو برادرته، نسبت برادرت احتیاط کن. اگه انسان احتیاط کنه خوبه، احتیاط هم نکرد اشکالی نداره. با این معیارها میشه تشخیص داد کدام درسته کدام نادرسته. خیلی هم عالی، ممنونم. گفتن اگه یک ظالمی با علم و آگاهی کامل به دیگری ظلم کنه، طوری که کل زندگیش رو تحت تاثیر قرار بده و توان دفاع در مقابل این ظلم نباشه، از نظر اسلام چه کار باید کرد؟ آیا صرفاً باید به خدا واگذار کرد؟ اگر راه دیگه‌ای داره خب خدا گفته که از اون راه برو. ندی خودش گفته توان دفاع در مقابل این ظلم رو نداره. یه وقت راه دیگه نداره چیکار میشه که باید به خدا واگذار کنه. منتها این مسئله که وقتی به خدا واگذار میشه مسئله خیلی خطرناک میشه برای ظالم. این حدیث از امام باقر علیه السلامه. فرمود زمانی که پدرم در حالت اعتذار بود، داشت به شهادت میرسید، من در آغوش گرفت. گفت فرزندم، وقتی پدرم این امام حسین علیه السلام برای آخرین وداع آمد پیش من که من در آغوش گرفت، در حالی که وقتی نفس میکشید از سوراخ‌های زره خون میجوشید. اون لحظات اونجا گفت که یا بنی ایاک و ظلم من لا یجد ناصرا علیک الا الله عز وجل. بر حذر باش از ظلم بر کسی که جز خدا یاوری نداره، که خیلی خطرناکه. در این بار روایت فراوانی داریم دوستان. به وسائل شیعه جلد 11 اون کتاب جهاد با نفس که بسیار کتاب ارزشمندی است، بیش از 100 باب برام شیخ اونجا باز کرده در رابطه با جهاد با نفس. یکیشم بحث ظلم و آثار ظلم و اون که به ظالم چی در دنیا میشه در آخرت میرسه. پس اگر راهی نداره دیگه، راه نداره، باید به خدا واگذار کنه. و اما توجه داشته باشه که خدا هم حقش رو در همین دنیا هم خواهد گرفت، خیلی با سرعت. در این باره روایت زیاد داریم، به همونجا که عرض کردم دوستان مراجعه کنن. یعنی چی حقش رو در دنیا خواهد گرفت؟ یعنی خیلی سریع اون ظالم رو سرنگون خواهد کرد و اون ظالم رو نابود خواهد کرد. در آخرت که خب این حق خواهد گرفت. به این شکل هم میگیره که اول همه اون به اندازه حقش عبادت‌های ظالم رو میگیرن میذارن به حساب مظلوم تا حقش ادا بشه. اگر عبادتش تموم شد و حق مظلوم ادا نشد، گناه‌های مظلوم رو میگیرن میذارن به حساب ظالم تا جایی که دیگه حقی باقی نمونه. گاهی ممکنه یه ظالم گناه 1000 نفر به گردنش باشه، گویی مثلا بنده 1000 نفر عمر کرده، 1000 تا 100 سال، 1000 تا 70 سال عمر کرده، 70000 سال عمر کرده، همش هم در حال گناه بوده. چه شود؟ پناه بر خدا از ظلم. خیلی وقتا میدونین من خودم شخصا این نگران این موضوع هستم. خیلی وقتا ما ظلم میکنیم ولی نمیدونیم داریم ظلم میکنیم، یعنی غافلیم. مثلا میگم به خانواده، به همسایه، به همکار. درست. پناه بر خدا. اوامر نداریم. خیلی استفاده کردیم. محتاجیم به دعای خیرتون. ممنونم بابت همه خوبی هاتون. 162 شماره اتومی سازمان رو فراموش نکنید، حتما اعلام نظر کنید، خیلی مهم هست برای برنامه. و ایتامون هم که دیگه راه افتاده دیگه، عرض کردم محضرتون. اونجا یه کانالی داریم و متن صحبت‌های استاد، اساتیدی که هستن در برنامه‌مون و قطعاتی که هست به شکل صوتی و تصویری رو میتونید اونجا ملاحظه بفرمایید. التماس دعا مراقب خودتون و خوبیاتون باشین. یا حق. خداحافظ.